بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتابی مسلم 415 می باشد. ابو هریره نامشان عبدالرحمن ابن صخر می باشد. نخستین صحابه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را بسیار روایت کرده است. ابو هریره میگویند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمنا یقول لا تبادر الامام اذا کبر فکبروا. ابو هریره میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما تعلیم میدادند. پیامبر هم معلم بودن هم مربی بودن. مربی شخصی است که با وقتی که تعلیم میدهد تأثیر میگذارد. ابو هریره میگن که پیامبر به ما تعلیم میدادند. گاهی پیامبر دستی مبارکی عبدالله ابن مسعود میگرفتند، گاهی بعضی از صحابه ها رو کتفش رو میگرفتند، گاهی میگفتند که من تو رو دوست میدارم، سپس نصیحت میکردند. نصیحت های پیامبر، تعلیم پیامبر، اسلوب ها رو باید آموخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که شمایان وقتی که از پس امام نماز میخوانید لا تباد، سبقت نکنید در رکوع کردن و در سجده کردن، امام را سبقت نکنید. وقتی که الله اکبر گفت شما الله اکبر بگوید، پیروی بکنید. یعنی در نماز مخالفت کردن است و مسابقت کردن است و متابعت کردن است. سبقت کردن نیز گناه دارد، انسان گناهگار می شود. و مخالفت کردن وقتی که رکوع میکند، از رکوع امام وقتی که رکوع میکنید از رکوع بردار میشود، شما رکوع میکنید، این مخالفت میباشد. پیامبر میگویند که شما از امام را سبقت نکنید. وقتی که تکبیر گفت تکبیر گوید، الله اکبر گفت به نماز در آمد شما تکبیر بگوید. وقتی که سوره فاتحه را خوند ولا الضالین گفت شما بگوید آمین. وقتی که رکوع کرد شما رکوع بکنید، یعنی متابعت پیروی کنید امام را. وقتی که گفت از رکوع بردار میشود سمی الله لمن حمیده گفت، سمی الله لمن حمیده معنایش این است که الله حمد و ستایش بندگانش را میشنود. شما بگویید اللهم ربنا لك الحمد، پروردگار و حمد و ستایش از آن تو است. ببینید باید ما به فرزندانمون و با اهل خانواده خود با مردم تعلیم بدیم که نمازشان نماز شود. زیرا وقتی که انسان مخالفت میکند، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند شما سبقت نکنید از امام. یعنی من میترسم که سر شما رو الله به سر خر تبدیل بدهد. ببینید این یک تهدید بزرگ می باشد. ببینید که تنبیه الادنى علی الاعلی میگوید. ببینید که وقتی که یک شخصی که نماز میخواند از امام سبقت میکند، این نزدیک است که الله سرش را به سر خر تبدیل بدهد. اما کسانی که نماز نخوانند حال آنها چگونه می باشد؟ ببینید باید ما از امام سبقت نکنیم و مخالفت نیز نکنیم. وقتی که سجده کرد ما می ایستیم، وقتی که سرش رو از سجده می بردارد ما سجده می کنیم، این مخالفت می شود. وقتی که از امام پیش سجده می کنیم این مسابقت می شود. ما متابعت بکنیم، پیروی بکنیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.